الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم با یکی از سوالهای شما جواب میگردونیم. خب سوال چنین است: السلام علیکم، من خواستم یک سوال دهم. آیا زن میتواند از شوهر خود طلب زندگی در خانه علاهیدگی کند در حالتی که خانواده شوهر راحت نیستند؟ التماس جواب گویید. خب این مسئله به نظر بنده خیلی مهم است و مخصوصا امروزها خیلی بین زن و شوهر نافهمی‌های زیاد می شود و از یک طرف شوهر حق و حقوق خود را از همسرش طلب می کند و همچنین زنها حق و حقوق خود را طلب می کنند و ناگفته نمانم که هر یک مسئله اجتماعی، مسئله که بین زن و شوهر است، وقتی حکم شریعت را، حکم الله تعالی را بیان میکنیم، باور میکنیم خواه نخواه نفران پیدا میشوند که برای آنها معقول نمیشد، گرچند حقیقت باشد هم، زیرا اینکه نفس انسانیت برایش گاه وقت حقیقت وزنین میشود، چنان که میگن حقیقت تلخ است. باور میکنیم حتی وقتی درباره مسئله زیناکار، شوهر زیناکار صحبت کرده بودیم و گفتیم که شوهری که زیناکار است و تکرار به تکرار زنا میکند و توبه نمیکند، زن حق دارد که از چنین شوهر طلاقش را طلب کند. گفتیم میدونید چقدر خیلی نفرها در حق بنده سخنهای ناجا گفتند و هر خیلی سخنها گفتند، برایشان حقیقت پسند نآمد، حقیقت را قبول کرده نتوانستند. و همچنین این مسئله وقتی حقیقت را بیان میکنیم، انشاءالله نابسته خواه به زن یا خواه به شوهر، به کسی معقول است یا معقول نیست، قبول کرده میتواند نمیتواند، نابسته از این انشاءالله کوشش میکنیم که حقیقت را بیان کنیم و آنچه که الله تعالی بیان کرده است و گفته است و امر کرده است، آن را انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب اکنون بیایید شریعت را ببینیم که شریعت چی گفته است و الله تعالی چی گفته است. الله تعالی در قرآن کریم چنین میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. الله تعالی در این آیه کریمه میفرماید که شما آنها را، یعنی زنهای خود را، در خانه‌ای که از عهده‌اش میبرید، در همان جایی که خودتان استقامت میکنید، سکونت میکنید، در همان جا استقامت کنند. این آیت قرآن کریم در حق زنهایی که طلاق شده اند. الله تعالی میگوید که زنهای طلاق شده را، زنی که طلاق رجعی گرفته است، حالا پره بین آنها جدایی نشده است، یکم طلاق شده است یا دویم طلاق شده است، باین نشده است، آنها را در همون خانه هایی که خودتون استقامت میکنید در همون جا استقامت کنند. الله تعالی برای زنهای طلاق شده چنین گفته ایستاده است. اکنون زنی که زن خودش است، طلاق نشده است، زندگی میکند، او را به طور اولا باید چیکار کند؟ در یک خانه علاهیده که همسرش راحت میشود، در همان جا باید استقامت کند. و اگر زن وقتی در یک خانه با همراهی عائله کلان زندگی میکند و در آنجا بالای او خیلی اذیت‌های زیاد میشود، البته عرف و عادت خودمان تاجیکا برای ما و شما معلوم است که وقتی یک جوان دختر کلیم میشود به یک عائله دیگر میباید، بالای او همه خوجین میشود. خوشدامن خوجین است، خسورش خوجین است، حتی بسیاری قینی و حیورها چی میکنن؟ خوجینی میکنن. شاید در بعضی عائله ها متاسفانه آخرین نفری که خوجین است همون شوهرش است، خوجینش است، نعوذ بالله. البته این ضد شریعت است و اگر حالت چنین باشد همه در زندگی آنها دخالت کنند، یعنی قیسینگلش خوجین است، دیگر و دیگر و دیگر، همه خیش و تبار شوهر برای او چی هستند؟ خوجین هستند و بر زندگی او، عائله او دخالت های زیاد می شود. در این حالت شوهر وظیفه دار است که چیکار کند؟ برای او یک خانه علاهیده مهیا کند. و چنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث
مبارک خود فرمودند لا ضرر ولا ضرار. در اسلام نه بر خود انسان ضرر میرساند و نه به دیگران باید ضرر برساند. وقتی به همسر خودش انسان در چنین حالت و در چنین شرایط ضرر میبیند، ضرر معنوی، ضرر مادی، از همه جهت ضررهای روانی میبیند، شوهر در این حالت وظیفه دار است که از روی حکمت و همچنین باز شرط دیگرش این است که به شرطی که قادر و توانا باشد. اما شوهری که مثال بعضی جوان پسرها پدر و مادرشان چیکار میکنن؟ توی میکنن، خرج میکنن، مصرف میکنن. جوان خودش کار نکرده است، پدر و مادرش برای او زن دادند، خانه دادند، حالا شرایط کار کردن و خانه الهیده برآمدن چنین شرایط را ندارند. در این حالت زن باید چیکار کند؟ صبر کند. و همچنین یکی از بهترین راه ها تا اینکه بین زن و شوهر چنین مشکل ها سر نزند، پیش از ازدواج وقت خواستگار می شوند، وقت بین آنها رفت و آمد می شود و پیش از آنی که فاتحه می شوند و راضی می شوند، همین مسئله ها اگر برای زن خیلی حساس باشد، می توان که پیش از ازدواج و پیش از فاتحه و نکاح و این چیزها همسر طلب کند که من می خواهم که چیکار کنم؟ در خانه الهیده، در خانه مثال اگر عائله آنها کلام باشد، این چیزها رو پیش از ازدواج، پیش از نکاح باید همش رو اتفاق کنند تا اینکه بعد از ازدواج بین آنها نافهمایی ها زیاد نشود. و همچنین اگر همین چیزها پیش از ازدواج، پیش از عقد نکاح اگر اتفاق نشود، رجوع به چی میکنند؟ به عرف و عادت میکنند. و چنانه که اهل علم بیان کردند المعروف عرفا کالمشروط شرطا، هر چیزی که در بین اهل اسلام عرف و عادت شده است او به مانند شرط است. وقتی زن عرف و عادت را میداند، در عرف و عادت خودمون چی میشد و مخصوصا فرزند خرده همراه پدر و مادر باقی میماند، اگر از طرف کلین یگان سخن نشود، یگان چی بیان نشود، گویا او ضمناً راضی شده است بر همین چیز، یعنی با پدر و مادر شوهر زندگی کردن راضی شده است. بنابراین بعد از عقد نکاح دیگر طلب کردن و بین آنها نافهمایی شدن درست نیست. و همچنین یکی از حکمت‌های به خانه منزل الهیده برآمدن زن و شوهر خوبیش در چه است؟ چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود بیان کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ایاکم والدخول علی النساء، گفتند که شما به زنهای نامحرم به اجازت داخل نشوید. یکی از اهل انصار پرسید ارایت الحمو یا رسول الله، گفت ای رسول الله خویش و تبار شوهر چی؟ حیور و قینی و همون برادرای شوهر چی؟ آنها هم در آمده نمیتوانند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الحمو الموت، خویش و تبار شوهر، برادران شوهر، پسر عمک، پسر تقا، دادرانش، آنها مرگ هستند. یعنی فتنه آنها بدتر از فتنه مردن است. انسان مردنش بهتر است از فتنه آنها گرفتار شدن. برادران و دادران شوهر برای زن برادرشان نامحرم حساب می شود. امروزها چقدر برادران اما حیور و قینی ها در یک خانه، در یک منزل یا در یک سکسیه چیکار میکنن؟ همراه زن برادر و دادرش زندگی میکند که و این موافق شریعت شاید گاه می شود که باقی ماندن با همون برادر، با همسر برادرانشان می شود که این نامحرم است و موافق شریعت حرام است، درست نیست. بنابراین پدران و مادران و هر آنهایی که همسر داره یا فرزندان زیاد داره، این چیزها گفته الله و رسول است، این شریعت ما و شما است. ما چقدر پایبند شریعت باشیم همونقدر خوشبختتر میشیم.
ما چقدر که پایبند شریعت باشیم همونقدر الله تعالی به زندگی ما و شما برکت میدهد و بین ما و شما جنگ و جدال و این بحث های زیاد و نافهمی ها کم می شود. بنابراین وقتی یک نفر همسر دارد و برادر یا دادر دارد در همون خانه، در این چیزها خجالت یا شرم داشتن وجود ندارد. برادر عزیز، این شریعت است. تو نگو که تو همسر من باید برادر من دادر مرا فرض است یا واجب است که خدمتش را کنی، یا این باید در خانه ما زندگی میکند و استقامت میکند. آخه شریعت من کرده است. او برای همسر تو نامحرم است. همسر تو در خانه اش باید در منزلش، مثال انسان زن باید همیشه سطر نگیرد که در درون خانه اش، اما وقتی یک مرد نامحرم گرچند او برادر و دادر تو باشد هم برای همسر تو نامحرمه، مگر البته در حالتهای خیلی در حالتهای ضرورت می شود که اتفاق کنند، صلح کنند، یکدیگر فهمی کنند، لیکن ما این چیز رو به عادت مبادل نکنیم. برادران عزیز، این چیز عادت نشود که در یک خانه مثلا شوهر می شود کار برآمده می رود، دادرش در همون منزل است با همسرش. این برای این و این زن برای این مرد نامحرم هستند و موافق شریعت درست نیست. بنابراین برادران عزیز، البته یکدیگر فهمی کردن خوب است و همین مسئله های زن و شوهری و زندگی، چگونه زندگی میکنیم، در کجا زندگی میکنیم، چه خیل میکنیم و چگونه همدیگر فهم میکنیم، همه‌اش پیش از ازدواج باید اتفاق شود و بعد از ازدواج ما اگر بین زن و شوهر یگان نافهمی هایی که شد، به گفته های الله تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم برمیگردیم. الله تعالی چی گفته باشد در قرآن کریم و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح خود چی فرموده باشند، خواه شوهر است خواه همسر است، باید سرفرارند و باید اطاعت کنند. فرمانبرداری از گفته های الله و رسولش برای زن و شوهر و برای هر یک بنده مؤمن این چی است؟ واجب شرعی است. ایمان ما و شما تقاضا میکند که ما در هر یک مشکلی به الله و رسولش روی بیاریم. الله تعالی رو دعا کنیم که بین زن و شوهر و همچنین بین کلین و خویش و تبار شوهرش الله تعالی الفت، مهر و محبت، یکدیگر فهمی، عزت و احترام رو بین همه آنها الله تعالی پایبند بگرداند و نکند که ما و شما از یک طرف خویش تبار شوهر به زن همچون کنیز، همچون خدمتگار نگاه نه، همچون همسر برادرمون، همسر دادرمون یا پسرمون یک زنی هست که عزت و احترام و حرمت خود را دارد و همچنین زن هم به خویش و تبار شوهرش باید مهر و محبت و احترام، عزت و احترام و یکدیگر فهمی همیشه پایبند باشد. الله تعالی هم در این دنیا و هم در آخرت ما و شما را سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.